سلام بیننده های عزیز، امیدوار هستم که در هر کجای دنیا هستین خوب، خوش و سرحال باشین. شما را خوش آمدید میگم بر یک از برنامه‌های دیگر چینل هریوا تیوی با من حبیبه نظری. چون تعریف این رستوران ما زیاد شنیده بودیم و امروز آمدیم در یک از رستوران‌های مشهور شهر هرات جبرائیل و میبینیم که چه غذایی را برای ما پخته میکنن و شما با ما همراه باشین تا آخر برنامه. سلام خوب هستین؟ بخیرین؟ سلامتین؟ سلامت باشین انشاءالله. خوش آمدید. تشکر، زنده باشین. بیننده های عزیز، آقای جعفری مسئول رستوران گیلاتو است که با اینو معرفی بشین. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام از شما. فامیلینا جعفری هستم، یکی از سهامداران مجتمع غذایی گیلاتو و در واقع مدیر بخش گیلاتو. آقای جعفری بیایم بریم یک جای بشینیم و در مورد رستوران شما سوالاتی بپرسیم. بفرمایید. تشکر. بیننده های عزیز، ما آمدیم در لوژ خانوادگی، واقعا یک فضای دلانگیز داره. شما ببینید فضایشم و در کنار من مسئول گیلاتو هست که با اینا گپ میزنیم در مورد رستورانتشان. آقای جعفری چطور هستین با هوای هرات؟ شکر خدا، بد نیست. خدا را شکر. کاروبار در این وقتا چطور بوده؟ حالا فعلا که تقریبا نسبت به سالهای گذشته متاسفانه یک چون از نظر اقتصاد مردم در مضیقه هستن، متاسفانه کمتر شده، اما بازم خوبه، خدا رو شکر. رستوران شما نسبت به رستوران های دیگه قیمتش هم مناسب است؟ خوب است با وضعیت اقتصادی کم چینج میشه؟ آقای جعفری، شما چقدر مدت میشه که رستوران خود راه اندازی کردید؟ چقدر میشه؟ ما از سال 1400 در واقع مجتمع غذایی گیلاتو شروع به فعالیت کرد. در قدم اول ما در قسمت آیسکریم یا بستنی کار خود شروع کردیم و با توجه به مرور زمان و نیازهایی که مردم داشت در بخش‌های آبمیوه، فست فود و غذا هم کار. خب بسیار عالی. چقدر پرسنل دارین در این؟ چقدر آشپز است؟ تقریبا 12 نفر پرسنل داریم ما در مجموعه گیلاتو، چون بخش فست فود هست، بخش آبمیوگیری هست، بخش بستنی هست و بخش غذا. 4 تا آشپز. بسیار عالی. و امروز ما مهمان شما هستیم، چه غذایی برای ما پخته می‌کنید؟ انشاءالله امروز برای شما قصد داریم سینی مخصوص 4 نفره گیلاتو برای شما پخته کنیم، انشاءالله بخورید و لذت ببرید انشاءالله. مطمئنم که همت غذای خوشمزه است. انشاءالله. سلام، خوب هستین؟ بسیم بخیر هستید، سلامت بخیر. تشکر، زنده باشین. یک معرفی هم داشته باشید. ما سریفون هستم، نماینده سریفون هستم، غلامرضا اسم ماست. تشکر. امروز میخواید برای ما چی پخته کنید؟ اصلی عربی، قابلی، ازبکی، دیگه که برنج صافی آرام. بسیار خوب. این مواد که اینجا گذاشتین مواد قابلی باشه؟ همین هر دو است. این عربی که است، این عربی است قابلی است، اونا که برنج صافی. عادیه فرماش. برای بیننده ها اینا را معرفی کنید. پیاز است، زردگ است، کشمش است، گوشت است. بسیار خوب. خب روغن هم فکر کنم آماده شده و اول میخواین چی رو بندازیم؟ اول بندازیم پیاز. بگیرین پیاز رو بندازیم. دوستای عزیز، روغن هم مابین دیگ انداخته و روغن داغ شده و بعدش پیاز رو میندازه. بسم الله.
دوستای عزیز، تمام موادهای قابلی را ما داخل دیگ انداختیم. برنج هم انداختیم. برنج در حال دم خوردن است و تا که برنج ما پخته میشه و قابلی ما تیار میشه، شما تصاویر ببینین از رستوران گیلاسو.
دوستای عزیز، همینطور که گفته بودم که بویش بسیار خاص است، مزهش هم همه کسی یک مزه خاص خود را داره. واقعا مزه‌دار بود. تشکر میکنم از آشپزشان و برنامه ما همین بود. امیدوارم که از این برنامه ما شما لذت برده باشین. تشکری خاص میکنم از آقای جعفری مسئول گیلاتو و همچنان کادر مجربشان و همچنان از آشپز که همچنین غذای خوشمزه‌ای را برای ما درست کردن. امیدوارم که از برنامه ما شما هم لذت برده باشین. تا برنامه دیگر که من حفظ نظری و خدمت شما عزیزان قرار میگیرم. الله حافظ و نگهدار شما.